اومدیم شیراز کجا بریم؟ درود دوستان، خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو یوتیوب من. بزن بریم سه تا از قشنگترین جای شیراز بهتون نشون بدم. اولین جایی که اومدیم ناندرسان قرافه. داخلش خیلی خوشگله. بزن بریم تو داخلش بهتون نشون بدم. خیلی جدی باور نمیشه یکی تو خونه‌اش وایسه و یه همچین نمایی داشته باشه. اصلا بریم داخل. بچه‌ها اینجا رو یه لحظه بگیر، همه جا رو. آدم کیف میکنه واقعا. به این میگن معماری، نه ساختمونای جدید با معماریای زشت. ربطی داره. اینجا رو بگیر، نگاه کن چقدر خوشگله. داخل شومینشون زوم کن. اتاقاشونه. میخوای بریم چک کنم؟ نه میندازنمون میره. بعد تو در اتاقت به یه همچین جایی باز بشه. خوش به حالشان بید. خدای قشنگ نیست؟ حس می‌کنم خیلی به علائم حالا محافظتی خود این الان بیفته که بشینید اینجا. ایوا الا شما راحتی؟ مثلا اینجا میتونستید بشینید چیل کنید. داشتم میافتادم. من یه روز پولدار شدم اینجا رو میخرم. شما خوبی؟ چیه؟ این خب میدونی به کجا باز میشه؟ درش اینجا جلوش گذاشتم ولی به اون یکی دره باز میشه. حالا بیا این داخل. بالا رو بگیر. چقدر خوشگله. خیلی خوشگل بود این داخل. تو اینو بیشتر دوست داشتی یا اون اتاقه رو؟ اگه من و تو بودیم سر این که کدوم اتاق برداریم جرمون میشد. ببین اونور همونه. آره ببین هرچی توی معماری اتاقا قشنگ بوده، تو پلا حس کنم خیلی موفق نبوده. شاید برای خودکشی گذاشتن پله‌هاشون. رسیده بالا اطلاع بده. نه تو هم باید بیای داداش. یعنی چی رسیدی بالا؟ رنگش خیلی زشته نیست؟ و اینقدر دست زدن چرک شده. به عنوان یه شیرازی که اولین بار میام برام جذابه. ای آقا محمد مثلا اینجا مال معمول این اتاقه رو میدادم به تو. اوکی. بعد به هنر نقاشی روی سقف شب میخوابید روی تخته، چشتو اصلا باز میکنی بیدارشی اینو میبینی. بعده پیریز برق کنار تختته. پیریز برق بوده؟ چه نام بوده دیگه حتما. بیفته تا فردا صبح ازت میخندن. تاقو بود که آینه کاری شده بود، این بیرونشه. مثلا فکر کن طرف میشناسه اینجا مثلا غذا میخورده و ما تو آپارتمان. خوش به حالشان بید. ناز نرفتیم. چرا قربونت برم خرف این همون راه ورودی به اونه. بله. ملک اینا میرزا ابراهیم خان قوام الملک. توی سن 32 سال. چی تو سن 32 سالگی خوب بوده بچه. این روش یعنی مثلا میکپیدن استراحت میکردن که این دیگه مثلا صندلی استراحت. این بیشتر انگار شکنجه میخواد آدمو بده تا استراحت کنه. این میدونی کجا؟ موضوع کجا بود بدونم؟ موضوع ها گفتی پایین اینه، یعنی از پلا که بری پایین میتونی بری تو موزه. از این سمنم نیز میخونی آخرش میفتن. بیا بریم توی موزه. اونجایی که بهت گفتم نریم خندم میگیره نمایشگاه سازه. نگاه
بیا بیا قربون تو شد بیا بیا دلبر که قربون تو شد دنیا نور چه خوشگله رنگش. حالا تو آبی رو انتخاب میکنی یا قرمز رو؟ خاک تو سرت. یا این از قبل اینا ها اینجا چیاشو نوشته اینا رو مشابک سام یه آمو بیو مثل که چند آبوراش خوشگله ولی من از این رنگ خوشم نمیاد. فیروزه‌ای اصلا هم رنگ فیروزه خوشم نمیاد. اینجا عکس برداری فیلم برداری نمیدی. خب الان سایلندم ها نمیشه چیه؟ تا الان فکر کردم فقط یه کاغذه بس چقدر خوشگله. حسن این رو بیار بذار برم روش. نه گیر میدن. آقا ما خانه زینت الملوک میخواستیم بریم ولی بنا به دلایلی نشد. خواهیم بریم سمت بازار وکیل. بچه برامون آرزوی موفقیت بکنیم چون نزدیک عید بازار خیلی شلوغه. اصلا یه جور خاصی شلوغه. ما یه نیم ساعت فقط تو راهیم. رسیدیم به خوشگل ترین جای بازار وکیل سر موشیر. بریم داخل. آقا ما رسیدیم سر موشیر. بریم داخل. هر چیزی که تو فکرشو کنی اینجا هست. ولی خیلی خوشگله. بعد اون وسط مسطح کافه هم هست. نودوکه اینا بگیریم فروشا. بس سری چقدر زشته. سری زشته. خدا منو ببخشه. اینم بگم اونم خشایار شاه درست. همه خروش نمی دست دانم. نه خب من اینا هم نادر شاه اینا رو میشناسم خب دیگه. روانی روش نمی بعد بالاش هم مغازه است. خب بالاش خیلی نمای قشنگی داره. یه مین بالا رو پله هاش نسبت به مانند سال قبلم خیلی بهتره. خیلی بلندتره. نه بلندتر هست ولی امنیتش بیشتره. نمو رو خراب. ای بکنمش چیکارو میکنم؟ خیلی خوش. البته بچه‌ها ورودی یکی از بازار وکیل اینم که مسجد وکیله. اونورم بگیر. اونورم کافه سنتیای باحالیه ولی میگم چون ماه رمضونه بسته است. یکم اونورترم که ارگ کریم خانه. همین. آره خیلی باد میاد. هم از ویدیوی من اگه دوست دارین بقیه جاهای شیرازم بهتون نشون بدم تو کامنت ها بنویسین کجا دوست دارم ببرمتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس به همتون.